شکر اساس شکر نمینه. میخوای که حلقه شیطان خلاص خری، میخوای که قوقان ابلیس خلاص خری. شکر. کدام شکر عزیزا؟ شکر ایمان. ای همه شکر بزرگ چیه؟ شکر ایمان. خدا ما را مسیحی نکرده، خدا ما را یهودی نکرده است، خدا ما را بت پرست نکرده، خدا ما را به خدا نکرده. اینا شکر نمیکنه که اومده ما منتظر نماز خداییم. اینا شکر نمیکنه که در یک دولتی که سرتاپا همه مسیحیت های در قلب او با عبادت خانه. اینا شکرش به جا نمیبیاری؟ اینا شکرش به جا نمیبیاری؟ برای همین شکر را به جا بیاریم. مسجد دعاش اگه پای راست ماندی در اومدی اللهم افتح لی ابواب الرحمه گو، خدا در رحمت من دهوی کن گو. وقتی که صحابه 6 تا بودن، یک صحابه در اومده دهنی در مردم بریده پیش اومد. پیامبر گفت جو دشینه دشمن خدا. چی گفتشن؟ دشمن خدا. اومده همه در مسجد درو، یک از آدابای مسجد هم در اومدی جو دشین. با پیش دویده اومدن عزیزان، یکمش که راحتی هم بنده را خلال میرسونی، دویمش که ایمان را خلال میرسونی، سومش که ترک سنت میکنی، چهارمش گناه بوده. یکی از آدابای مسجد شکرش چی بوده؟ با پای راست درو اللهم افتح لی ابواب الرحمه. خدایا من رحمت گوشکنی آمدم، من رحمت دا آمدم، گناه ما بخش، من کمبوتیم زیاده، من آمدم که ایجاد گناه من بخشی. تو نماز جماعت قدی دعا قبول میشه در جماعت قدی. شاید در درون این اشخاصایی باشن که نزد خدا در معتبرن و توفیل اونها پروردگار گناه ما را بخشد. این خیلی از جماعت نباشه نماز در خانه درست بشه یا نه؟ البته در همون خانه درست میشه نماز، چه به جمعیت میشود. بسیار از ناشکری ها و ان همین روزا آمده را میرسه. ولا این شکرتم لازیدنکم. شوخ الله جل و علا شانو میگه شما شکرگزار شوید من زیادش میکنم. ای هم شکری بزرگ همین ای عزیزا که هر یک چیزی که الله در بدن من داده همین را در جوش صرف کنیم. در جوش. عالم علمش جاهل دته، با قوت ضعیف دته، پولدار پولش در یک آدم مظلوم و نادار و کمبغل ته که او روز شوه. هیچ محل ما با آخرت ایمان داریم یا نه؟ ما در چی در کاره دیگه طعنه دادن من نمیشدم، من این میشدم، من نمیشدم در اوجا میرفت. یکی چیزی که هست ما با قیامت ایمان داریم، خالصا لله باشه، پگه اجر شوجا میگیریم. پگه انسان ها حسرت میخوردن در قیامت ثواب میدیدن، میگفتن کاش که زیادش میکردیم. ما آخرت شناسی داریم. فرقش چیه؟ منو تعریف میکنن، منو میگن، منو نمیگن، منو میبینن و فرقش چیه؟ و من کردن میگیرم، فرد و اجرش ای خدا طلب میکنم. الله جل و علا شأنه در قرآن داستان میزنه، مثل داستان میزنه، میگه از بین خون و از بین پاروی گاو من بیرون میبرارم لبنن خالصن، شیری تازه. ای بین خون و از بین پارو میبرورده خدا. ای بر پارو ای بر خون از بین همین خداوند شیر میبرورده، شیری صاف که شما میخرین و لذت للشاربین. برای آدمای مینوشیدگی یک راحت لذت بوده است. چی بوده است عزیزان؟ لذت و راحت بوده. فخر رازی هم میگه که آدم ها 3 تقسیم میشوند. آدمایی میشوند رنگ خونن، آدمایی میشوند رنگ پاروان، آدمایی میشوند رنگ شیرن. طبقه هم 3 طایفه عزیزا. ما پارو داریم، انسان های داریم که پاروان و رنگ پاروان. والله ایوای رو پارو خوبه که غذاناکی میتیه در انمون پمیدار بودرینگ، اینا پاروان. ما طبقه آدمی داریم که خونخورن، خون میریزونن، خون میخورن. ما طبقه آدمایی داریم که اونها شیر و عسلن. یک بدن گاو ما را 3 فلسفه میتیم. این همی جمعیت آدمی ذات هم عزیزا 3 تقسیم هست.
برای همین کوشش کنیم که همون شیر شویم. این مسجد جای شیر شوی های، این مسجد جای عسل شوی های، این مسجد جای خون و پارو نیست. برای همین می بیاییم شکر کنیم عزیزا، شکر کنیم که همین خانه خدا را چراغش روشن است، شکر کنیم که خانه خدای خود طلبگار داره، شکر کنیم که اینجا یاد خدا میبروید، شکر کنیم در اینجا راستی است. اگر چراغ همینجا هم خاموش رگی باشه این ساعت ما به دیگه کارا مشغولیم. به حق قدر کردن در کاره، به حق قدر کردن در کاره. قسم به خدا قدر شکر کنیم پروردگار برای ما از این زیادتاش هم میتیه. ما همه قشنگ که اداره کردن نتونیم ای کجا ما در مسجد کلان تیم. مسلمانا، بنده های خدا، برادرای عزیز، هممون امام غزالی گفته است که شکر یگانه کلمه هست که برابر دی ذکر در قرآن پی هم اومده. در قرآن خدا نگفته است که نماز بسیار خونه، نگفته روزه را بسیار گیری، نگفته است حج بسیار کنی، نگفته است بسیار، اما گفته است که وذکر الله ذکرا کثیرا، ذکر بسیار گوی. این بینین که نماز مهمترین عبادت در اسلام است، اما خدا میگه ذکر بسیار کنی. ذکر خیلی زیاد کنی، میگه ذکر اندازه نداره. نماز پیغمبر نماز شب 8 رکعت اندازش معلوم کرد، نماز بامداد 4 رکعت اندازش معلوم شد، نماز پیشین 10 رکعت اندازش معلوم شد، اما ذکر اندازه نداره. 1000 بار سبحان الله گو، 10,000 بار گو، 100,000 بار گو. یگان چیز مثل ذکر چیزی بزرگ نبوده است. دو چیز قلب پاک میکرده، دو چیز قلب پاک میکرده، قلب رنگ آینه میکرده، گناه هم میشوشته، قلب روشن میشده. یکم یادی خالق حق، دویم پیرو بودن به سنت پاک رسول الله. این دو چیز قلب پاک میکرده. پاکننده قلب دو چیز بده عزیزا. ذکرم آن که رو تابد زی دنیا، ایاد خدا بسیار آدم را ننگشان میبیا. باور کنه زنی همسایه را هم گپ زده سیان دخترشم، پولی همسایه دم کار دارن ماشینش دم، گاوی همسایه دا کار داره بزشتم. من نمیدونم که اینا چی وظیفه دارن، همه چیزی مردم حساب کرده میرون. چی به میگه آخ شما کار میکنه؟ شما نخوا که ای سبحان الله ننگتان بیایم، نخوا شما ای الحمدلله ننگتان بیایم، نخوا شما ای الله اکبر ننگتان بیایم. خدا گندگی کرده ایتون نامشنه میگیره. میشینیم ما ای میشمیش گپ گپ تمامی زندگی آدم ها رو محاکمه میکنیم. نگه انا باید به حضرت در کتاب همین ضمن آیه مبارکه فإن له معیشة ضنکا، کسای خیلی میگه ما را یاد نمیکنن، از ما دوری میجویم، یاد ما را نمیبیارن، ما برای او زندگی تنگ میبیاریم، زندگی معیشت تنگ. برای همین حضرت هم آورده است که ذکرم آن که رو تابد به دنیا، که فردا حشر سازم زشت و اعما. فردا میخسیان چهره هاشون تغییر یافتگی، چشما کور. چی با همین روز 1,000,000 کلمه گپ میزنه و خانه آباد 100 بار سبحان الله نداره درشته. ما را خدا برای این آفریده که پول یک کس حساب کنیم، آخی مال یک کس حساب کنیم، زن یک کس محاکمه کنیم، دختر یک کس محاکمه کنیم. حضرت عمر گفته که مردم بسیار عیبش نکاوی آخی، زیرا این که در این دنیا آدم نمیمونه. کیه به عیب؟ آدم ها را بسیار گفته عقیده هاشون غم نتی. اگر ای روی عقیده و ایدئال انسان کاوی گفته در پرایش ما یگان آدم نمیمونه. کیه ایدئال نی؟ فقط پیغمبران، هیچ کس نیست دیگه. واسه بسیار انسان ها به عقلن میگن وای قاری را بین، وای مولا را بین. آخی وای هم انسانه، وای مولا شد قاری شد گفته وای دیگه حکم ملائکه داره، و یگان چیز نداره و هیچ چیز. حتی که صحابه را ما حق نداریم که گناه پاک نیستن.
فقط پیغمبر گناه توزه. برای همین فکر را دور کنیم. ذکرم آن که رو تابد به دنیا، که فردا حشر خیزر، که فردا حشر سازم زیشت و اعما. هر کسی که در وقت سخنرانیش در دستش تسبیح نگیرد، تسبیح نداشته باشه، ابلیس او را غم میتید. تسبیح این قمچین شیطان بوده، قمچین ابلیس بوده است. فردا از این کارهایی که یاد خدا نمیبیاریم، خدا ما معیشت تنگ میتید. یکمین چیزی که قلب تازه میکرده است، این یاد حضرت دوست بوده. دویمین چیزی که قلب تازه میکرده، پیرو بودن به سنت پاک رسول الله بوده. سنت زنده کردن در کو. دوستم گفته مسلمان، خدا در قرآن ذکر آورد، برابر ذکر شکر آورد. خدا گو ولی ذکر الله اکبر، ای همه بزرگترین چیز این ذکر خدای بزرگه. در دیگر جاش گو من یاد کنه شما را یاد میکنم. سبحان الله. من یاد کنه من شما را یاد میکنم. من شکرانه کنه ناشکری نکنه. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. شما فردا میخوایی که گرفتاری، اگر شما فردا از گرفتاری عذاب الهی خلاص خری، غضب خدا، شما اگان شرطش همینه که شکر کنه، ایمان بیاری. شکر و ایمان ما را از غضب خدا خلاص میکرده. چیکار کنیم؟ هر انسان در این دنیا چه عملی را که میکرده است، نیت میکرده که برنامه ما سر کنم فردا کدام کاری نباشه، شیطان می اومده است قوقان در پیش همه آدم میمونده. این حدیث رسول اکرم است. چه عملی را که شما میکنه گو ابلیس دام داره، حلقش هم بیاره میمونه. تجارت دامش هست، زراعت قوقانش هست، خیر قوقانش هست، روزه یگان چیزی گفت فرزند آدم ای خیر نیت نمیکنه که شیطان و بر وقتی قوقانش تیار کرده گه میبیارم میمونه. ای درون همون کار یک کار میسازه که خدمت ابلیس کرده خبر نداری. خدمت ابلیس کرده خبر نداری، میسازه برنامه را. گفتن با چی خلاص میشون اینا از قوقان ابلیس؟ گو با شکر. با چی خلاص میشیدیم؟ شکر. شکر ما را از قوقان ابلیس خلاص میکرده. ای لوشک ابلیس. چیه او شکر؟ ما یک چند نمود شکر داریم. چند نمود شکر داشتیم؟ چند نمود. یکم شکر زبانی، خدا با شکر، شکر الله، شکر الله، شکر الله، شکر الله. این از طبقه پست شکر بوده. از همه طبقه پست شکر چی بوده؟ شکر الله، شکر الله، شکر الله. ای همه شکر بلند، هر نعمت خدا دادگی را در جاش صرف کن، همین شکر هست. با چشم حرام نبین، با دست حرام نقب، با بینی حرام بو نکش. قوه و قدرت داری، ده قهری را آشتی انداز. قوه و قدرت داری، دین خدا را یاردم که. با پات بسوی حرام نرو، با قلب تمنای حرام نکن. نخواه که عضو و جوارحی که خدا برایت داده به این جنایت صادر کنی در محضرش. از همه شکری بزرگ نمی بده. هر عملی را که داری در جاش صرف میکنی میشی صاحب شکر. ولا این شکرتم لازیدنکم. انمی کار کنی به خدا نعمت زیاد میکرده. گاه هر روز جوشی بسیار میجوشی، یا یک روز جوشی دیگه نجوشی میجوشی بسیار. هر بگه جوشی اصل میجوشی. هم خیلی است؟ اگر یک روز جوشی و 10 روز نجوشی شیر شقاق میکنه. تیانده هم همین هم عزیزو. هر روز دادن گیرن رنگ گاوی شیرته بارین اومدن میگیرن. هر روز همه کاسه و طبقشان باشه و دسترخوانشان باشه که وای خدا میتیه.
کی باور داره که علف شیر میشود؟ کی باور داره که ایدرنی خون شیر میبرو؟ کی باور داره اگر همین سینه گابه یا لیزوره گیره همین کمتر پای کنه شیر میرزه یا خون؟ ایدرنی خون شیر میبرو. نه خو خدایی که ایدرنی خون شیر داده هوای با دولت تر زیاد نکنه. ولا این شکرتم لازیدنکم. شکر ما بجا بیاره نعمتاتون زیاد میکنم. شکر چیه عزیزم؟ داناگیتا برای خلق خدا صرف کن، داراییتا برای اولاد کمبغل و نادار و فقیر صرف کن، علم تا برای جاهلا صرف کن، قوت تا برای دتا قهری را آشتی انداختن صرف کن، ناموس تا برای زنی مسلمان را به شوهر دادن صرف کن. انا شکر. این خیلی تصویر گیری و شکر گفته شینی. این پسترین طبقه شکر بده. او را خدا میتیه واللهی. او را خدا اینو یاد میکنه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت رؤوف الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. صفاتنا راست گیری عزیزا، تلفناتونو خاموش کنین، آماده به نماز.